سرزمین ها رو اونها قصد کردن، مگر اینها طی یک معاهده های بین المللی یا چیزهایی که واضح بوده اینطوری که شما میگین به اسرائیل الحاق نشده؟ بله، نه، اینها سرزمین هایی هست که امروز خود اسرائیل میگه ما کلیه زمین هایی رو که در جنگ ها گرفتیم پس میدیم، حاضریم پس بدیم، حاضریم با تمام کشورهای عربی صلح بکنیم. همینطور که مثلا فرضاً از غزه در اومدن، غزه تحت اختیار اسرائیل بود، از غزه در اومدن مشخصاً اسماعیل هنیه و داردسته خمینی رفتن اونجا جایگزین شدن. اسرائیل از این میترسه که اگر همین زمین هایی رو که در جنگ ها گرفته و دستش اینها رو برگردونه خدمت شما به کشورهای عربی، اینها به دست رژیم جمهوری اسلامی بیفته و رژیم جمهوری اسلامی اونجا در همسایگی با اسرائیل به توسط مثلا فرضاً بمب اتم یا موشک‌های کوتاه برد و میان برد و دور بردش اساساً کل موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. اسرائیل میگه از جامعه جهانی این رو میخواد، میگه ما تمام این زمین ها رو پس میدیم، فقط یه خواست داریم، امنیت ما رو حفظ بکنیم. حالا سوال بخش دیگه این رو که نمیتونن هم چیکار بکنن. چرا نمیتونن بکنن؟ به این خاطر که جهان اسلام و مخصوصا از موقعی که خمینی روی کار میاد با یک تئوری و با یک شعار میاد، میگه که فتح قدس از راه کربلا، میخواد اسلام رو جهانی بکنه، میخواد اول کربلا رو بگیره، بعد بره مثلا عربستان و بعد بره خدمت شما همین مسیر رو طی بکنه تا بیاد برسه به کجا؟ بیاد برسه به اسرائیل و اسرائیلیان رو بریزه به آب دریا. ایرانی ها شاخصه هاشون چی بوده؟ شاخصه ایرانی این بوده که مثلا در زمان کوروش 600 سال قبل از میلاد مسیح، در زمانی که بخت‌النصر یکی از حاکمان بابل حمله میکنه و اسرائیل امروزی رو و همین یهودیان رو به اسارت میگیره، زن و مردشون یا میکشه یا خدمتشون به کنیزی و غلامی میکشه در بابل و در عراق امروزی، کوروش در 600 سال قبل از میلاد در حمله‌ای که به بخت‌النصر به لحاظ تاریخی میکنه، بخت‌النصر رو شکست میده، مرز ایران رو میرسونش تا غزه امروزی، همین غزه‌ای که امروز ما داریم صحبت میکنیم. کوروش دستور میده که کلیه یهودیان رو که اسیر بودن توی عراق آزادشون بکنن، تمام به اصطلاح اسباب و وسایل یا فرهنگی رو که اونجا خلق کردن یا در کشور خودشون داشتن که به غنیمت گرفته شده بود آورده بودنش توی به اصطلاح بابل اون روز، اینها رو برگردونن به سرزمین خودشون و مجددا بیت المقدسی امروزی چیز رو براشون بسازن و میسازن و اینها. یهودیان مردم ایران رو و اساساً کوروش رو به عنوان یک پیامبر ازش نام میبرن و آزاد کننده یهودیان. حالا شما 180 درجه و طابق نعل به نعل این طرف جریان رو بیاید تماشا بکنید، ببینید خمینی در این ارتباطات داره چیکار میکنه با کارهایی که و مقایسهش بکنید با کارهایی که کوروش در اون زمان کرده. کوروش میاد میگه چی؟ میگه آقا جون، ما اگر همه این سرزمین ها را مثلا فرضاً در جنگ هایی رفتیم گرفتیم، شما حق ندارید به دین افراد به اصطلاح تعدی و تجاوز بکنید. هر کسی باید دین خودشو داشته باشه، مذهب خودشو داشته باشه. دقیقاً خودش میره در مراکز مذهبی ادیان دیگه سر تعظیم فرود میاره، احترام میذاره بهشون و فصل حاضر. شما تماشا بکنید در خدمت شما هست آیین آقای خمینی جز اینه که ادیان دیگه بایستی سرکوب بشن، بایستی همشون دیگه بهترین فرمش اینه که وقتی که شما دین دیگری غیر از اسلام، اون هم فقط اسلام شیعه داشته باشید، باید جزیه بدید، یعنی خراجی که زندگیت بدید بی خود بی جهت. انسان تا این حد به درجه خدمت شما از درجه انسانی نزول میکنه در دید آقای خمینی. خب وقتی خمینی میخواد جهان رو مسلمان بکنه، میخواد جهان رو چیه بکنه، یکی از تضادهای ایدئولوژیکی هم که داره یهودیان هستن. شما تصور بکنید که در گذشته من کوچک بودم، شما هم حتما شنیدید، میگفتم مثلا یهودیان بچه های مردم رو میگیرن، خون اینها رو میکشن و خدمت شما هستد اینها رو معتادشون میکنن، تبدیل خدمتشون میکنن به آلت هایی که خودشون میخوان ازشون سوء استفاده میکنن و استفاده میکنن از این دوستان و همه دروغ.
این رو در فرهنگ یهودیت بهش میگن یک فرهنگ به نام فرهنگ خون که در گذشته هم مسیحیت میگفته بچه های دیگر ادیان رو یهودیان میکشن، خونشون رو در نان فطیر میریزن و میخورن. این دروغ ها به پای اینها ریخته شده از این مذاهب به خاطر اینکه این قوم را از روی صحنه پیتی حذفش بکنن و اینها انسان های بسیار کوچا هستن. یعنی شما توی اسرائیل نگاه بکنید ببینید که این سرزمینی که نه آب داره نه علف داره نه خدمت شما واقعا علف نداره، از خشکی اصلا خدمت نه مخازن زیرزمینی داره نه آهن داره نه نفت داره، چی اینها اونجا رو تبدیل کردن به بهشت. تازه این کشاورزی رو به فرهنگ های دیگه منتقل میکنن، این صنعتشون رو به کشورهای دیگه، این تکنیک رو به کشورهای دیگه منتقلش میکنن. خب پس تضاد غیر از تضادهای ایدئولوژیک مذهب، دو مذهب با هم دیگه یه تضاد دیگه هم هست، تضاد بین مدرنیته و ارتجاع مذهبی. شما هر چقدر که مدرنیته رو بکشینش بالا در سطح بلندتری معرفیش بکنید به جامعه، اون طرف ارتجاع مذهبی در چنگالهاش اسیر میشه، نمیتونه دیگه خدمت شما خودش اونطور که دلش میخواد روز و نمود بکنه. شاخصهای جمهوری اسلامی چیه و چرا خدمت شما نمیتونه؟ خب جمهوری اسلامی، تفکر اسلامی که فقط بر مبنای جنگ، کشتار، شکنجه، خدمت شما تجاوز به حقوق مخصوصا زنان دوبله و مضاعف، تجاوز به حقوق ملیت ها و اقلیت های مذهبی و قومی، هر کسی که غیر از شیعه هست، تجاوز به حقوق آحاد ملت، اینها رو همه رو در روی سفرش داره و روی میزش چیده. خب این که نمیتونه با جهان متمدنی که نه تو زندان ها شکنجه میکنه. من یک مثال براتون بزنم. سمیر قنطار یکی از فلسطینی های بوده که بی سواد بوده. این فرد بی سواد با آلت های قتاله و خدمت شما از کشتار میفته به جون توی اسرائیل، میفته به جون یهودیان و یهودیان بیگناه و سیویل رو میکشه. سمیر قنطار رو دستگیرش میکننش توی زندان. این آقا بی سواد اصلا خط نمیتونه بخونه. بعد از 20 سال این آقا رو همین تازگی ها آزادش کردن. این آقا تبدیل شده به یک آدم آکادمیک که تمام مدرسه‌شو خونده، دبیرستانشو خونده، دانشگاهشو تموم کرده، مدرک دانشگاهیش هم دادن دستش، این رو فرستادنش بیرون از چیز. به محض اینکه ایشون از زندان اسرائیل آمده بیرون، سریعا آقای خامنه‌ای دعوتش کرده و اونجا جایزه بهش داده که ایشان یهودی‌ها رو کشته، یهودیانی که باز این محبت‌ها رو در حق سمیر قنطار انجام دادن. پس می‌بینید تفاوت دقیقاً مدرنیته، دیگه کاری نداریم به مذهب که اینها چه برای مذهبی هستن، برای چه برنامه‌ای هستن و اونها داره چه. تفاوت بین مدرنیته و ارتجاع